از اونجایی که دوشنبه تولد دخترم ممه قراره که من برم خونهشون و سورپرایزش کنم. تازه پشت لباسم بازه و 2 بند میخوره بهش. حالا میپوشم عکسشو واسهتون میذارم که ببینید همخورش چجوریه. داریم میریم، میخوام سورپرایزش کنم واسه تولدش. بچه‌ها اصلا خودش خبر نداره. سورپرایز میشه. اومده داریم میریم خونهشون که واسه تولدش سورپرایزش کنم. سورپرایز چیه؟ سورپرایز شدم. های. الان اومدم خونه عمم اینا که فردا صبح زهرا رو سورپرایز کنم، ولی میدونه قرار سورپرایز شه ولی نمیدونه چه سورپرایزی. بعد زهرا چون تولدشه برام میز صبحونه چی سفره صبحونه چیده. مرسی از اینکه هستی. بچه اونقدر که من با گوشی زهرا تا الان ویدیو عکس کردم خود زهرا نگرفته. خدافظ. بچه آینه اومدیم بهش بابلسی دادم تا حالا نخورده بود. نوشیدنی مورد علاقه منه. گفتم که بعد امتحانش کنیم. تولدشه داره سورپرایزم میکنه. من نیافتم. آره خلاصه که بوسم کرد. بوس تولد با 2 تا از اینا. زهرا کیک چیزه چون که میخوایم پاستا هم درست کنیم الان میریم وسایلش رو میگیریم اون چیزایی که نداریم و بعد میریم خونه. ویو میخوره بخواد برسه از اینا رو نگرفته. این میزمونه و میخوایم الان آماده شیم برای تولد. اینم فایل زهرا داره واسم میفرسته دونه دونه. الانم روتین پوستی انجام دادیم، موهامونو رو خوش کنیم. آره شد. تاتا شفتالویی صاف بسه دیگه. بچه ها معجزه مای، واقعا معجزه مای. میکاپ آرتیست. ببند دهنت هم ببند همزمان که چشمتو میبندی. مامانی من به این میگم شاهکار. شما چی میگید؟ قرمز بعد قهوه‌ای بعد زرد. بعد ببینید چی در میاد. ببند. ببن اینقدر داغ شدی. یه سایه سبزم اضافه کنم. دست به ما. خب خفه شی ببینم. شما اصلا هنری که میگفت داره بیا بالا کیک تو میخورم ها. نه تونستم خط چشمم درست کنم. اینجا رو یک مدت پایین کشیدم. ببینم زهرا کار جدیدی که تا حالا نکرده رو روزای مهم میکنه. وقتی من تا حالا از این کار کردم چه خط چشمم پهنش کردم. چرا به من توجه نمی‌کنی؟ تولدمه. خب
دیگه بیشتر از این باش برم خرابتر میشه. تادا! بریم لباس بپوشیم و موهامو درست کنیم. پس بیا اول سایه من درست. اول سایه زهرا رو بگیم. بچه من چون تولد زهرا خیلی مجلل و شلوغ بود 2 تا لباس پوشیدم. از اولی یادم رفت فیلم نگیرم جلو اینه فکر کنم، ولی الان دومی بهتون نشون میدم. چوس کرده، باز کرده، شب تولدش قصه داره، غمگینه. ولی من خیلی خوشگلم. هنر دست بحر. ببینید چشاشو برق میزنه. دستت هنرش خیلی چون دوستش دارم میخوام هنرشو نشون بدم. اینجوری من خیلی سایه خوشگله. بهتر میخوام لباسم نشون بدم. بچه لباسم رو نگاه کنید. این لباسی بود که خودم گفتم بپوشم. دین 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 دی 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 دی. بدید پشتش از جلوش هم خوشگل تره. وایس بهار شما هم دیدید اینو. تکون نخور. چند قور میزنی عزیزم؟ مثل من باش. هیچ وقت قور نمیزنم. زهرا وقتی دهنش پر قرمه میزنه. آخشون تا برقا خاموشه. من عکس بگیر. What? Oh. اینا رو استوری میکنم. این همه عکس گرفتیم. خب بریم کادوهای زهرا رو بهش بدیم. چی میتونه بشه؟ کادوی زهرا رو جا نذاشتم. دیدید که بسته بندی نکردم، ولی بستش رو جا گذاشتم. کادوش اینجوری بهش میدیم. خب ببند چشمات رو ببند. نگی که ویدیو رو قطع کنی.
میدونم دوستان میدونم ولی ما از سمت تو هم میکنم آره دیگه فقط دیگه دهن تو رو برم اصلا تو باید خود رو میکنم آره چون که پس دوربین رو براشون تمیز کنم بعدم بهتون میگم من همچین الان بهار کجا میتونش میرسه